بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم. هم نفس یاد خدا الهی کارتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. روز جمعه به شما خوش گذشته باشه. الان که شب شنبه است فرصت همراهی با یاد خدا رو داشته باشید، در حالی که امشب شب شهادت پدر بزرگ امام زمانمون هم هست. شب شهادت 12مین معصوم و 10مین امام و افتخار شیعه، هادی دین، امام علی النقی علیه السلام. امشب رو به محضر امام زمانمون و به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. یه چند بیت شعر تقدیم کنم، یه فاصله بگیریم و برگردیم و گفتگومون رو شروع کنیم. عرض میکنم به محضر اماممون که به یمن تو گدای اهل بیتم، آقا جان به یمن تو گدای اهل بیتم، گدای هل اتای اهل بیتم، به لطف آستان مستجابت مسلمان دعای اهل بیتم، به احسان هدایت کردن توست اگر تحت لوای اهل بیتم، اگر چه کربلایی هستم اما گدای سامرای اهل بیتم، ولی کبریا جانم فدایت، امام سامرا جانم فدایت، تو در یکتاییت یکتا شناسی، تو در آقاییت آقا شناسی، لباس بندگی بر تن گرفتی، تو الحق بنده مولا شناسی، تو هنگام کریمی از گداها نمی پرسی غریبی یا شناسی، امام غایبت را مدح کردی، تو در امروز هم فردا شناسی، امام غایبت را مدح کردی، تو در امروز هم فردا شناسی، بهشت شیعه باشد سامرایت، حریمت عرش جنات و نعیم است، بیا و شیعه را دریاب آقا، بیا و شیعه را دریاب آقا، قرار ما دم سردار آقا، قرار ما دم سردار آقا، اللهم اجل ولیک الفرج. سلام و خیر مقدم عرض بکنم خدمت آقای هدایت عزیز که کماف سابق مثل جمعه های گذشته قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عرض تسلیت خوش آمد. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز. من هم تسلیت عرض میکنم خدمت شما. شهادت آقا جانمون امام هادی علیه السلام ابن الرضا، پدر بزرگ امام زمانمون، امامی که به هدایت ایشون قراره که انشاءالله به ظهور فرزندشون برسیم. انشاءالله انشاءالله انشاءالله. خب خیلی ممنونم آقای هدایت عزیز. بحث ما در جمعه های گذشته متناسب با روزی که درش هستیم بحث مهدویت بوده. حالا رسیدیم به شب شهادت پدر بزرگ امام زمانمون امام هادی علیه السلام. یکی از نکاتی که درباره زندگی امام هادی تو ذهنم میاد که حالا شما فرمودید به هدایت امام هادی انشاءالله برسیم به زمان ظهور امام زمانمون و زمین ساز ظهورشون باشیم از زیارانشون. انگار خود امام هادی در عصری که زندگی میکردن این شرایط رو میخواستن فراهم بکنن. یکی از کارهای مهمی که ایشون انجام میدادن که البته از قبل شروع شده بود ایشون هم بست دادن، همون سازمان وکالتی بود که ایشان داشتن. یعنی به نظرم میاد این ارتباط با شیعیان در شهرها و کشورهای مختلف از جمله حالا کشور خودمون مصر، یمن، عراق، جاهای مختلف که شیعیان هستن از طریق سازمان وکالت و نماینده هاشون یه جورایی زمینه سازی برای درک بهتر مردم از فضای دوران غیبت امام زمانه که امام زمان با مردم فاصله داره. توضیحاتش رو شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. امام هادی علیه السلام واقعا باید بگیم بالاترین زمینه ساز ظهور حضرت، چون میدونین از دیگه بعد از امام رضا علیه السلام ائمه ما یه
فضای قربت عجیبی داشتن. امام جواد علیه السلام تو سن جوانی به شهادت رسید. از مدینه امام هادی علیه السلام رو تبعید کردن سامرا، دیگه ارتباطای ظاهری قطع شد تقریبا. فرزندشون امام حسن عسکری جان ما، پدر امام زمان علیه السلام، دیگه هیچ سفری نرفتن. میدونید تنها امامی هستن که حج نرفتن و طول دوره امامتشون هم بسیار محدوده و زود دوره به شهادت رسیدن. باز بین امام جواد و امام حسن عسکری علیه السلام، امام هادی باز طول امامتشون بیشتره، اما دوره تبعید هستن، ایشون هم در معسکر در سامرا. ولی میدونید مثلا نایب اول امام زمان از 11 سالگی تحت تربیت امام هادی علیه السلامه. این تربیت دو امام باعث شد که ایشون بتونه نیابت اول امام زمان علیه السلام رو بر عهده بگیره. امام هادی علیه السلام ابتدای امامتشون هست. میدونید امام هادی جزو جوانترین که میدونید در سن تقریبا کودکی باید بگیم ایشون به امامت رسیدن و تو همون سن حضرت عبدالعظیم حسنی رسید محضر امام هادی علیه السلام. میدونید عبدالعظیم حسنی، من کتابی دارم، ایشون معتقد عبدالعظیم حسنی 4 امام معصوم رو درک کرده. از امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی علیه السلام. خب یک فقیه عالم بزرگ شیعه است و بله وکیل امام هادی علیه السلام هم هست. ایشون محضر امام هادی رسید، تا نشست حضرت فرمودن مرحبا بک یا ابوالقاسم، انت ناصرنا صدقا ولینا حقا. تو واقعا یار ما هستی، تو واقعا شیعه متصل به ما هستی. ببین این چه مقامیه که امام هادی علیه السلام اصلا ایشون حرفی نتونست بزنه، نیومده امام هادی این جملات رو فرمودن که من بارها میگم ای کاش ما اینجوری برای امام زمان یار بودیم که حضرت انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما همیشه یاد شما رو داریم، ذکر شما رو داریم، ولی حضرت هم موقع یاد ما میفته میگه فلانی که آقای علیرضا قوامی که ناصر و ناحقن، ناصر و ناصدقن، واقعا یار ماست، همه زندگیش رو فدای ما کرده. امام هادی علیه السلام زمینه ساز دیگر، به اصطلاح عامل دیگر، فاکتور دیگری برای زمینه سازی روش دیگری برای زمینه سازی ظهور بحث زیارت جامعه کبیره است. گنجینه امام شناسی است. واقعا ما توی زیارتنامه امام هادی علیه السلام اینجا داریم که السلام علیک یا سر الله، سلام بر اون راز خدا. راز خدا چی بود که امام هادی علیه السلام فاشش کردن؟ امروز جمعه است، من یه خاطره رو بگم برای عزیزان بیننده خوب من اهل آقای قوامی، شما با بنده برنامه زیاد داشتی، اهل افتخارمون، بزرگوار هستین، اهل خواب و رویا و ملاقات و اینا گفتن نیستن، عادت هم نیست، دعبم نیست. ولی از اساتیدم اجازه گرفتم، در قم بعضی از آقایون مراجع تقلید اجازه گرفتم، گفتن چون مرحوم محدث قمی شیخ عباس قمی این ملاقات با امام زمان رو در مفاتیح الجنان نقل کرده و شیخ عباس قمی رو یقین داریم که یک دقت عجیبی توی نقل داره، به اعتبار شیخ عباس قمی نقل میکنن. پایان مفاتیح الجنان همه عزیزان دیدن حکایت سید رشتی، اون شخصی که میخواست بره حج از کاروان عقب میفته تو سرما، توی شمال غرب کشور خودمون تو سرما، خلاصی گرفتار میشه، توجهش جلب میشه به یه آقایی که در یک باغی داشت برف درخت‌ها رو میتکون و گفتش که شما من کمک میکنی، من از کاروانم عقب موندم. ایشون گفتش که نافله بخوان، نافله بخوان، نافله بخوان. میرسی، میگه مشغول نافله شدم، اتفاق نیفتاد. گفتم آقا از کاروان عقب افتادم. حضرت فرمودن که جامعه بخوان، جامعه بخوان، منظور جامعه کبیره است. جامعه کبیره خوندم، اتفاق نیفتاد. حضرت فرمودن عاشورا بخوان، عاشورا بخوان. راه دیگه در دوران غیبت این راه ها رو برای ما قرار دادن. بعدم خود حضرت کمک کردن و من رو به کاروان رسوندم. مفصلش رو در کتاب مفاتیح الجنان تو خونه همم هست. یه حکایت بیشتر از امام زمان تو مفاتیح الجنان نیست، اونم حکایت سید رشتیه، حکایت معتبریه. میخوام عرض بکنم که جامعه کبیره سر اللهه، یعنی امام هادی علیه السلام اسرار امامت رو
توی جامعه کبیره بیان کردن. آقای قوامی عزیز خدا رو شاهد میگیرم تو معرفت امام، تو امام شناسی، ببینید ما برای اینکه الان بتونیم راه رو پیدا بکنیم باید امامون رو بشناسیم. خرج الحسین الی بعد اصحابه، امام حسین علیه السلام از خیمه بیرون اومدن پیش اصحاب خودشون، فرمودن فکر میکنید ما برای چی اومدیم الان کربلا، برای چی داریم جهاد داریم میکنیم؟ ما یه هدف بیشتر نداریم، اونم برسیم به هدف خلقت. این توضیح من دارم اضافه میکنم، برسیم به هدف خلقت. هدف خلقت چیه؟ ان الله ما خلق العباد الا لیعرفوه، خدا بندگان رو نیافرید مگر برای اینکه بندگان خدا رو بشناسن. خب فاذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا رو بشناسن بندگی خدا رو میکنن، وقتی بندگی خدا رو بکنن زیر بار ظلم نمیرن. یه نفر بلند شد گفت آقا جان فما معرفت الله، چگونه خدا رو بشناسیم؟ خب راهش هم بگو دیگه آقا جان. امام حسین علیه السلام نفهمودن بریم مثلا برهان فلان رو بخونید، امام حسین علیه السلام فهمودن معرفتو اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم الطاعه، هر کسی امام زمانش تو هر زمانی هست بشناسه. ما امروز برای اینکه بخوایم امام زمانون بشناسیم، که خدا رو بشناسیم، که به هدف خلقت برسیم، زندگیمون پوچ نباشه، بتونیم بندگی خدا رو بکنیم، بتونیم به ظهور خود حضرت برسیم، با بندگی خدا میرسیم. راهش چیه؟ من میگم جامعه کبیره. آره، دائره المعارف امام شناسی است. و من یاد این فرمایش پیامبر خدا افتادم که فرمودن اصلا اگه ماها امام زمانمون رو نشناسیم به مرگ جاهلی از دنیا میریم. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتة جاهلیه. این نشون میده که چقدر مهمه موضوع امام شناسی و این نکته درست رو و دقیق و پر اهمیت رو امام هادی توی این زیارتنامه به ما نشون میدن. تبیینش باشه با شما بعد از فاصله که میگیم دوستان برمیگردیم. بفهم خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یک زیارت بسیار پر محتوا که گنجینه ای از معارف هست، عمده دائره المعارف امام شناسی است، از معتبرترین زیارات به لحاظ سند هستش و ماندگارترین اونها و تبیین این موضوعات با آقای هدایت عزیز. بله عرض کردم که اگه کسی بخواد امام رو بشناسه راه مطالعه امام جامعه کبیره است. 200 صفت از امام در جامعه کبیره بیان شده، معارفی بیان شده که تو دوره‌های قبل اصلاً توسط ائمه به خاطر شدت فضای سنگین تقیه نمیشد بیان بشه. راه رو امام رضا باز کردن. میدونید اون حدیث سلسله الذهب حدیثیه که در واقع امام رضا علیه السلام راه اعلان و بیان کردن امامت رو باز کردن. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی عمل من عذابی. چند قدم اونورتر بعد فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این که امام رضا علیه السلام قاطعاً فرمودن راه رسیدن به توحید امامت هست، این بهش میگن قدیر ثانی. این دقیقا همون اتفاقی بود که توی عید قدیر افتاد و پیامبر اکرم فرمودن من کنت مولا، هر کسی من مولای او بودم، من واسطه رسیدن او به خدا بودم، علی مولای اوست. قبول نکردن خیلیا. بعداً توسط امام رضا همین موضوع با یک عبارت دیگری تو حدیث سلسله الذهب بیان شد. امام جواد اسراری رو بیان کردن از امامت، ولی نه به حد زیارت جامعه کبیره. اوج این معارف شد زیارت جامعه کبیره. ببینید زیارت جامعه کبیره توی یک فضای بسیار اختناقی بیان شده. بعضی تصور میکنن حالا امام هادی علیه السلام یه خلاصه مریدانی و یه کرسی و شروع کردن معارف. نه، تو فضای اختناق. شما یادتون باشه متوکل اون دوره‌ای هستش که بزرگترین ظلم‌ها رو در حق امام هادی علیه السلام انجام میده. متوکل همونه که قبر امام حسین علیه السلام رو به آب میبنده. اصلا میگن تقف علی حائر الحسین. حائر چرا میگن؟ موضع التی حار الماء، یعنی آب حیران شد، آب به گردش افتاد، میخواست اونجا رو آب ببنده، آب اطراف قبر امام حسین به گردش افتاد، شروع کرد به طواف. به اونجا میگن حائر حسینی که میدونید در حائر حسینی همه آقایون مراجع متفق هستن که در حائر حسینی نماز تخییر داره، یعنی میتونید شما شکسته بخونید، میتونید کامل بخونید. تو منطقه حائر حسینی
این تو زمان متوکل اتفاق افتاد. تو زمان متوکلی که دائما میفرستاد تو خونه امام هادی علیه السلام برای تفتیش و بازجویی و یک بار تو خونه امام هادی یک کیسه زر پیدا کردن، به امام هادی تهمت زدن که تو داری مال جمع میکنی بر علیه خلاصه اون پادشاه. من باید بگم پادشاه، اسم خلیفه هم خوشم نمیاد بگم، اسم پادشاه زمان میخوای قیام بکنی. نشون میده اینا هی دائما میفهمیدن اهل بیت دارن مبارزه میکنن و امام هادی علیه السلام فرمودن اون مهر و موم رو کیسه رو بخون، این مال مادر متوکله. متوکل مریض شده بود، مادرش نذر امام هادی کرد و نذر خودش رو به امام هادی پرداخت کرد. گفت این که مال مادر خودته، من چیزی جمع نکردم. تو مجلس شراب دعوت کرد، خیلی ظلم کرد به امام هادی. مهمترین ظلم هم همون دوره تبعید امام هادی تو شرایط سخت سامرا بود. میخوام اینو عرض بکنم. و راه ارتباطی امام هادی با شیعیان توسط شبکه وکالتی بود. راه مستقیم تا حد زیادی قطع شده بود. میدونید امام هادی علیه السلام خیلی اینجا عبارتهای عجیبی هست تو شکنجه های حضرت، اذیت و آزار حضرت ازش میگذرم. اجمالاً توی این شرایط امام هادی اسرار امامت و ولایت رو بیان کردن با اون عبارتهای زیارت جامع کبیره. یه عبارت رو بیان بکنم: انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم. شما اون صراط اقوم هستید، شما اون راه عظیمی هستید که خدا برای رسیدن به خودش برای ما قرار داده. یه بار تا این برنامه براتون عرض کردم، قرآن میفرماید که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بعد امام هادی میفرماید انتم الصراط الاقوم. یعنی اون قرآنی که به یه امر قویمی هدایت داره میکنه که بارها عرض کردم قرآن کتاب آدرس خانه اهل بیته، آدرس ارتباط با امامه، به تو یاد میده چجوری با امام ارتباط برقرار بکنی. امام هادی مصداقش رو مشخص میکنه. عزیزان من، زیارت جامع کبیره تفسیر ولایی قرآنه. بنده سالیان تو این زیارت کار کردم، تک تک عبارتهای زیارت جامع کبیره عبارتهای قرآن، تفسیر عبارتهای قرآن، مصداق عبارتهای قرآن برای اهل بیت علیهم السلام. و به نظرم امام هادی، امام زمان، امام کلن همون قرآن منتها از نوع ناطقش. دقیقاً قرآن وقتی بخواد امر بکنه، فرمان بده، حاکم باشه، امام باشه، میشه اهل بیت. خود اهل بیت وقتی بخوان در قالب کلمات، در قالب عبارتهای قانونی، عبارتهای زندگی که مردم بخونن ظاهر بشن، میشه قرآن. قرآن و امام رابطهشون یک حقیقت دو روی یک سکه است. انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. خدا رحمت بکنه آیت الله بهجت. ایشون میفرمودن حالا که یه روی سکه از ما مخفی شده، حالا که یه روی سکه از ما غایب شده، یه روی دیگه سکه که هست. قرآن بخونی، یعنی در واقع چی با امام زمان ارتباط برقرار کردی. بهترین راه ارتباط با امام زمان خواندن قرآنه و تفسیر قرآن، تفسیر ولایی قرآن که من میگم زیارت جامع کبیره. اساتید ما توی قم همیشه به ما توصیه میکردن هفته یه بار جامع کبیره بخونید، هفته یه بار. این ارتباط معرفتی با اهل بیت حفظ بشه. آره، میگن فرمان که میخوای ببینی چقدر امام زمان رو دوست داری واقعا، چقدر بهش ارادت داری واقعا، ببین چقدر معنوسی با قرآن. دقیقاً. ببین چقدر معنوسی با آثار ماندگار اهل بیت مثل زیارت جامع کبیر. احسن. به همون میزان اگه این نیست اونم لغلقه زبان. این یه معیاره، به نظرم شاخصه. علتش اینه وقتی خود اهل بیت همه زندگیشون وقف قرآن میکردن. امام حسین علیه السلام فرمودن یه شب من مهلت میخوام قرآن بخونم. وقت نمیشه عاشق امام حسین کسی بشه، عاشق امام زمان کسی بشه، این ارتباط با قرآن نشه بشه. اون جمله که میخواستم بین صحبت هم عرض بکنم گفتم آخرش بگم. امام هادی علیه السلام رو بعد از اون تفتیش داخل منزل به زور بردن تو مجلس شراب و حضرت یه چند بیت شعر خوندن. این چند بیت شعر تمام اون فضای مجلس شراب رو متحول کرد و فرمودن که خیلیا بودن که تو قله های کوه ها زندگی میکردن، مرگ اومد سراغش، متوکل تو هم میمیری، متحول شدن. من میخوام یه جمله عرض بکنم. اگه آقا امام هادی علیه السلام بردن تو مجلس شراب، آقا تونستن مجلس شراب رو متحول بکنن، خودشون شعری گفتن، بمیرن برای امام حسین علیه السلام که سر مقدسشون رفت تو مجلس شراب.
و اینجا به نظر من ناله زینب کبرا بود که مجلس رو به هم ریخت. ناله سکینه بود، گریه های حضرت رقیه بود که جلسه رو به هم زد. امام هادی خودشون این کارو کردن، اما نائبت الحسین زینب کبرا همون حرکت امام هادی رو در مجلس شراب یزید انجام دادن. صلی الله علیک یا سیدنا المظلوم سیدنا العطشان یا ابا عبدالله. آدم شما گرد. فدای شما بشه. شما قبول باشه، اجرتون با امام حسین علیه السلام. خیلی خیلی ممنونم که برنامه رو تا پایان تماشا کردید. شب شهادت امام هادی رو یک بار دیگه از عمق جان به امام زمانمون و به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از شما میخوام این شب برای ما نفس بزنید و دعا بفرمایید. التماس دعا یا حق. خداحافظ.